خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امیدوارم که هر جای حالتون خوب باشه. حالا امروز قراره که لازم‌تری که واسه امسال خریدم و آنباکس کنیم. من امسال میرم شیشم و همه چیزی که گرفتم آبیه، یعنی تم آبی بود و بیشترش سر سینوه، چون خیلی دوست دارم. قبل از شروع ویدیو لایک کنید، فقط خیلی طرف ویدیو ویدیو بریم سراغ ویدیو. خب اول تختش هستیم شروع کنم. چرا این شکلیه؟ ببینید چه خوشگله. چرا تایش خیلی دوست دارم. پشتش هم همین شکلیه، آبیه ولی خب تر سیناشو نداشتش، وگرنه میگرفتم، ولی خب منش آبی گرفتم. بعد میدونه پوشر گرفتم، بچه پوشرش سیف قشنگ نبود، بعد این مدلشو گرفتم. بازم آبی داره توش دیگه، به هر حال اینطوری زیبیه، بچه زیبی اصلا خوب نیستم. حالا وسط سال یا نه دیگه هر موقع آره خراب شد، ولی فکر کنم برم یکی پوشه دیگه بگیرم، چون این زیاد خوب نیستش، زیبش زود کنده میشه، چون دیگه دوستان یکی از رفیقام داشت دیده بودم و اون زیبش خراب شده بود. بعد وقتی سرسه داره این دفتر گرفتم، چه خوش. این پنجابر گرفتم، مثل انشا گرفتم، نمیدونم امسال انشا داریم یا نه. اونایی که میره هفتم از پارسال ششم بودن تو کامنت بهم بگن که انشا لازم میشه یا نه. حالا من پنجابر گرفتم چون اصلا انشا دوست ندارم. توی صفحش هم شکلیه، ممکن اولش اینطوری هفتگی داره، شکلیه. بعد یکی دیگه که رفتم این شکلیه، اینو 60 بر کردم واسه املا، ولی نمیدونم املا فکر کنم زیاد داشته باشیم مقدار، نمیدونم، ولی خب 60 بر گرفتم دیگه. اینم صفحه اولش اینطوریه، حالا این آبیه، من هفتگی داره. بعد دوم این دفتری که 100 بر گرفتم واسه فارسی، این دیگه صفحه اولش اینطوری نیست، این ساده است. آره این واسه فارسی گرفتم، مشق و لغات و این چیزا. و این دفترم که خیلی خودم دوستش دارم طرحش رو، واسه ریاضی گرفتم 100 برگ. اینم مثل قبلیه، صفحه اولش این مدلیه. آره این خیلی دوست دارم واسه ریاضی، چون نور میزنه یکم قشنگ نمیبینید، ببخشید. آره بعد بچه ها بهتون نشون بدم چه خوبم، ببینید ترسینوه خدا، بسید به چون نور میزنه کم، نه نور نیستش قشنگ نهاشش. اینم کم به سبز میزنه رنگش، تو دوربین الان یکم رنگش با اینجا فرقاره، یکم پر رنگ نشون میده. فکر کنم اینجا داره کوچولو، اینطوری هم باز میشه. آره ببندمش. یعنی من داشتم میخواستم فلزی بگیرم، نه یعنی داشتن تحت سینو نبود و آبی هم نبود، همه رنگ داشت الا آبی. یه مشکی هم نداشت، حتما مشکی میگرفتم. چیز بعدی بچه شما دادیم نگاه کنیم، خیلی دوستش دارم، خیلی خوشگله. اینجاش هم میتونی با سرنگه آمپول، آره دیگه، آره همون توش آب بریزی، توش این فلک ها داره. بعد دو تا زیبم داره، یکی این زیب است، بشه یه دون بچه هست گذاشتم توش. اینو خودم نخریدم، داداشم خرید، من ازش کش رفتم، قشنگ نیست ولی خوب گرفتم. این مداده رو آره این شکلیه توش.
یه دونه مدادم گرفتم که الان در نمیاد بهتون نشون بدم. زد میتونم درش بیارم. آره بچه نپرسید چرا سرش رو این شکلی کردم، چون این بعد واسه یه دونه از سریع جدید معلمی که مثلا میدادم بزنیم و دستونم بگیرم. این سرش میخور به جامدادی رنگ میگیره، رنگ سیاه میشه جام ببین. سر همین این کار کردم. حالا این هم دارم. یه دونه این زیبا داره، یه دونه زیبا بزرگ کرده، یعنی این شکلیه. توی دوربین که پرنتر نشون میده از این معمولی که داره، ولی خب توش هم انقدر جا داره. بچه جامعه خیلی بسید بسید جایی که گرفتن بزرگ زیادی بزرگ. حالا دیدید همه چی ما بود. چرا بعدی این دفترچمه، این هم بچه خیلی دوستش دارم. نکنید چند چیز تاییه، به چند بخش تقسیم میشه. یه بخشش مثلا دوری داره، مثلا دومین بخشش صورتیه، مثلا این شکلیه. بعد پایش هم یه نقاشی داره. آره. بعد اینجا هم یه سه ایموجی داره. چرا زوم نمی کنی؟ زوم کن، یعنی فوکس کن روش. این سه ایموجی نمیدونم چرا. آره یکیش ایموجی خنده است، یکی پوکر فیس فکر کنم، یکیش هم ناراحته. میتونی طبق روزی که داشتی اینو رنگ کنی یا که تیش بزن، علامت کنم بزنی. آره این از دفترچم. شاید نقاشیشو بکشم، نمیدونم. بعد بعدی خطکش، چه همه ازشون در آوردم نتونستم خودم تعامل کنم. چون تازه هم رسیدیم همین تازه رسیدیم، سریع رفتم لباسامو عوض کردم، فقط اومدم ویدیو رو واسهتون بگیرم. بعد نگید چطور اینو سریع باز کردی. بچه‌ها من ناهار خوردم اومدم یه ویدیو رو دارم میگیرم. این 4 تا خطکش، گونیا نقاله دیگه، گونیا نقاله و اینا دیگه با این خطکش. بعدش چی برچسبه گرفتم شکل لبوبوه، اصلا دوستش ندارم، اصلا دوستش ندارم. اصلا من لبوبو دوست ندارم، نمیدونم چرا طرح دیگه ای نداشت، فقط لبوبو داشت. بعد مجبور شدم اینو بگیرم. اصلا لبوبو دوست ندارم، چرا لبوبو داشت، ولی خب مجبور شدم اینو بگیرم. 2 تا ازش گرفتم، اون یکیش نه، اون یکیش همین داخل باید باشه، حالا همین یه دونه شده. آره بعد دونه این گرفتیم، 2 تا بساتش گرفتم واسه جلد کتابه. اینطوری میشه. بعد حالا بعدش یه دونه ماژیک وایت بورد گرفتم، آبی گرفتم، یه دونه فکرم بس باشه. یه دونه ماژیک وایت بورد آبی گرفتم. بعد 4 تا خودکار گرفتم. خودکار از این مارکه گرفتم، مارکه فکر کنم تسکوله، نمیدونم اسم مارکشو براتون میذارم این پایین. بهش این مارکر یعنی خیلی خوبه. من این فکر کنم 3 سال دومین سالم ازش استفاده میکنم. نمیدونم 2 تا رنگ آبی گرفتم، یه دونه مشکی و یه دونه قرمز. مشکی من اصلا به مشکی نمی‌رسم، ولی خب حالا همطوری گرفتم دیگه. آره این 4 تا رنگ گرفتم. بعد یه دونه خودکار پاکن داره، طرح کرومی گرفتم. این مثلا کرومی اصلا دوست ندارم، اصلا این شکل دوست ندارم، نمیخواستم بگیرم چون طرح دیگه نداشت گرفتم. حالا اگه پیدا کردم طرحی که خودم میخوام 100% میرم میخرم. آره خودکار پاکن داره، رنگ آبیه. آخر ویدیو رنگ همه اینا رو بهتون نشون میدم. آره بعدش 3 تا رنگ هایلایتر گرفتم از این مدلی هاش. یکیش زرده، نمیدونم تو دوربین چرا
نه دوربین که پررنگ نشون میده. گفتم اینا رو آبی، زرد، آبی، نارنجی. بچه‌ها من دو تا رنگو جدید خریدم. این داشتم پارسال من از همین مارکه آبیشو برام تو صورتش گرفتم. امسال این دوتا رو گرفتم با این. نمیدونم چرا به جای این سبز نگرفتم، نمیدونم چرا، ولی خب آخر ویدیو رنگشون رو براتون میذارم. بعدش یه دونه پاکون گرفتم از این مارک، فکر کنم فابرکاستر باشه یا نمیدونم مارک دیگهش باشه، ولی این مارک خوبیه. فابرکاستر خیلی خوبه. نمیدونم مارکشه، روش هست بخونیم دیگه. آره بچه‌ها من الازه ویدیو رو قطع کردم. دفتر نقاشی یادم رفته بود بیارم. دفتر طراحی یعنی اینه کوچیک گرفتم چون زیاد طراحی نمی‌کنم. بعد یه سری جدیدی طراحی کردم واسه بهتون نشون بدم. این شکلی طراحیش اول نشون بدم. قیمتش رو یادم نمیاد. این نقاشی ها جدید توش کشیدم. این تازه توش کشیدم. میبینید مدلی کشیدم. بعد روی صفحه دیگرش میخواستم چشم کشیده رو میخواستم تمرین کنم دوباره. اینا رو کشیدم. چیزایی نکشیدم، فقط همون نقاشی اولی رو کشیدم. آره این هم بود از دفتر نقاشی پشتش. آره بعد یه اطلاع رو خریدم باز آبیه. درسته این طرح سینای سلخ آبیه. نکشم 7. بعد یه دونه غلطگیر نواری گرفتم. بچه غلطگیر نواری خیلی بهتر از غلطگیر آبکیه. غلطگیر مایه است، خیلی دیر خشک میشه و خیلی پخش و پلا میشه. نظر من غلطگیر نواری بگیرید اگه بخواید بگیرید. آره بعد بچه ها اینجا تراش هم ببینید چقدر بامزه. ترستینو و آبی ببینید. باز دو نمیدونم مخزنه میگه، نه نمیدونم. آره 2 تا سری داره. یکیش واسه مداد کوچیکه، یکیش واسه بزرگه. آره اینو گرفتم این مدلی. آخرین چیزم که این نوکه اتو دست که گرفتم هم واسه این استودم 7. و آخرین چیز و اصلی ترین چیز کیفم چقدر خوشگله. بچه برگاچه هم گرفتم. چقدر خوشگله بچه، خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم. شما حتما ولاگ که نه، شما حتما ویدیوی چی در کیف واسه مدرسه هم میبینید. اینو یه روز یا چند روز قبل مدرسه، نه فکر کنم بعد مدرسه یا یه روز قبل مدرسه این ویدیو رو آپلود کنم، چون وقت مدرسه باشه خیلی سرم شلوغ میشه. یا بعدش، یعنی یا 2-3 روز بعدش آپلود میکنم یا همون روزی که ویدیو رو گرفتم آپلود میکنم، ببینم چی میشه دیگه. ولی امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیوی دیگه با هم وایستید رنگ اینا رو براتون تست نکردم. خب یه دونه برگرم داریم مثلا اینا برم. این رنگ این هایلایتر زرد است. این رنگیه از دوربین سبز نشون میده، نمیدونم چرا. بعد رنگ آبیش سری رنگ‌ها براتون بکشم ببینید.
ببینید این رنگ هایلایتر زرده بود، سبز نشون میده. این آبی، هایلایتر آبی. اینم هایلایتر نارنجیه. اینم ماجیک وایت بورده. سه تا رنگ خودکار: آبی، مشکی و قرمز. اینم از این و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و تا ویدیوی چیدن کیف مدرسه فعلا.